در یک شعرتون میگویید که من جاویدان هستم، لیکن باز در یک شعر دیگرتون میگویید که نه تو بمانی نه من بمانم. در این زمانه به هر بهانه نه تو بمانی نه من بمانم، نصیب دل را زیدار دنیا نه تو ستانی نه من ستانم. در یک شعر دیگه میگه که من نمیمیرم. همینطوری همین این برادر عزیز حالت انسان است. در یک حالتی که انسان بسیار از یک کاری کردهش افتخار میکنه، راضی است از خودش، در نظرش که نمیرنده است. در یک حالت دیگر مثلا خیلی که ناامید است، کارش رواج ندارد و از بیرون از محیط دل مانده است، ناراضی است. در اون لحظه آدم خودش میرنده احساس میکند و عاجز احساس میکند، ضعیف احساس میکند. یعنی واقعیت، مشاهده واقعیت است. اینجا چیزی باید نیست. مثلا همه مثلا به دلم میگوید که بعد من نه غزل نه قصیده میماند، اما بعد به دل با چنان که میگوید بالا آمد. یک حالت افتخار شاعرانه میشد که از اون شعر گفته شد، از اون الهام سرشار همون لحظه ایش مخاطب احساس میکند که وقت بیشتر مالامال است از درد و احساس و از محتوایی که برای شعرش دارد. در لحظه دیگر تهی است، خالی میشد، همون روحش، مغزش، دلش خالی میشد و احساس میکند که بسیار پوچ است. در این لحظه برای خودش میرنده احساس میکند. هر دو حالت هم برای انسان طبیعی است. برای همین در دو حالت اینطور گفته است.